فیل و سگ همزمان حامله شدن. 3 ماه بعد سگ 6 توله به دنیا آورد. 6 ماه بعد دوباره حامله شد و در ماه 9 چند توله دیگه هم به دنیا آورد و این روند ادامه پیدا کرد. در ماه 18 سگ اومد پیش فیل و پرسید: مطمئنی حامله‌ای؟ ما با هم حامله شدیم. من تا حالا 3 بار زایمان کردم و خیلی از توله هام دیگه بالغ شدن، ولی تو هنوز حامله‌ای. جریان چیه؟ فیل جواب داد: یه چیزی هست که باید بفهمی. چیزی که من تو شکمم دارم یه فیله، نه یه توله. من هر 2 سال یه بار زایمان میکنم. وقتی بچم پا روی زمین میذاره، کل زمین اونو حس میکنه. وقتی بچم از جاده رد میشه، آدما میایستن و با وجد و تحسین اونو تماشا میکنن. چیزی که من داخل شکمم دارم عظیم و قدرتمنده. اونو با یه توله مقایسه نکن. وقتی میبینی بقیه به جواب دعاهاشون میرسن، ایمانتو از دست نده. به موفقیت بقیه حسودی نکن. مقایسه کردنو بذار کنار.